میگویند السلام علیکم اکاجان، من یک خواهر اسلامی صاحب دو فرزند، شوهرم نماز نمیخواند و در نزد فرزندانم حقارت‌های قبیح میکند. با این گونه مرد زندگی حلال است؟ شما چی توصیه میدهید؟ خداوند از شما راضی باشد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر شوهر شما نماز نخواند، البته این مصیبت عظیم است. نماز این ستون دین مقدس اسلام است. حتی در نزد مذهب امام احمد اگر شوهر نماز نخواند، یعنی زن باید از نکاح آن شوهر بیرون رود، طلاق خود را طلب کند. و حتی در دیگر مذهب ها هم اگر به خاطر بینماز بودن شوهرش زن اگر طلب طلاق کند، گناهکار نمیشد. اصلا زن اگر بدون گناه از شوهرش طلب طلاق کند، شوهرش یگان گناه نکرده است، فقط همین که مثلا شوهرش زن دوم دارد، به همین خاطر اگر طلاق طلب کند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا لم یرح رائحة الجنه، بوی جنت را نمیبیند. به کدام خاطر؟ به خاطر آنکه بدون گناه شوهرش گناه نکرده از شوهرش طلاق طلب، این حرام است. لیکن اگر شوهرش نماز نخواند و به همین خاطر طلاق طلب کند، گناهکار نمیشد. ولی شریعت ضد عائله ویرانشوی هست. الله سبحانه و تعالی، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده های مقصود شریعت عائله برپا کنند، جدا نشوند. مقصود شیطان ها و سحرگر و جادوگرها بین زن و شوهر جدایی انداختن است. بنابراین شیطان، ابلیس، راهبر شیطان ها را پرسجو میکند که در مدت هفته یا ماه چی کاری به انجام رسانیدید، جنبست میگذراند و هر یک شیطان ها میگویند که من فلانی را به زنا بردم، به دزدی بردم، به این و آن گناه ها را ذکر میکنه. یکی از شیطان ها میگوید که من همین خیلی کوشش کردم که یک زن و شوهر را از همدیگر جدا کردم، یا عائله را ویران کردم. ابلیس میگویند تاج خود را از سرش گرفته به حمام میپوشاند و انا همین، یعنی که مهنت کرده است، نتیجه نشان داد مهنتش. وقتی که زن و شوهر جدا میشن، عائله ویران میشه، چندین گناه ها غالبا اجرا میشود. دزدی میشود، زنا میشود، گدایی میشود، چندین عمل های بی‌زیب، چندین عمل های خلاف شرعی بعد اجرا میشود که این مقصودی شیطان ها هست که مردم را به گناه تیله دادن است. اما مقصود شریعت میخواهد عائله برپا شود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر در شوهرتان یک خلقی بد را بینید، شاید از دیگر خلقش راضی میشوید. و همین گونه به شوهرها گفتند اگر در همسرتان یک خلقی بد را بینید، شاید دیگر خلقهای خوب دارد. خلقهای خوب و خلقهای بدی آن را در ترازو گذاشته، یعنی بینید اگر با همین شوهر امکانیت زندگی کردن باشد، حرکت کنید، زندگی را دوام دهید، کمبودی ها را برطرف کنید، شوهرتان را نصیحت کنید، در حقش از الله تعالی دعا کنید، نماز تهجد خوانید، گویید پروردگار شوهری من هدایت کن، نماز خوان شود، خلق نیکو ده که حقارت نکند. گفته اگر همین دو خصلت باشد، حرکت کنید همین خصلت ها را برطرف کنه، عائله را بردوام دهید. لیکن باز دیگر خصلت های باشد که امکانیتی بعضی زنها 18 سال به گناه های عظیم شوهر صبر کردند. فتاواها رو میبینم سبحان الله عجایب. بعضی زنها میگن که 18 سال شوهرم فلان عمل ها رو میکند، حالا که وای عمل رو اگر یک مرتبه کند از نکاح این خیل مردها برآمدن در کار است. لیکن 18 سال صبر کرده است، همه ایام جوانیش رفت است، بعد سوال کرده است. بنابراین الله تعالی میگه که فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانسته باشید، آنهایی که میدانند آنها را بپرسید. بنابراین خوب می شود که این عمل را جدی بینید. اگر مادامی که نیکی های شوهرتان، جانب خیریت در شوهرتان وزنین باشد و جانب بدی های آن را برطرف می شده باشد، با همسرتان، با شوهرتان زندگی کنید. الله سبحانه و تعالی عائله شما را مستحکم گرداند. و اگر بینید که جانب بدی های شوهرتان زیاد است و نیکی هاش کم است و با این گونه مرد زندگی کردن معنای ندارد و فایده ندارد و برعکس آینده به تربیه فرزندها هم ضرر می داشته باشد، در این صورت استخاره خوانید و بعد از او طلاق طلب کنید
الله سبحانه و تعالی خوشبختی در دست اوست، رزق در دست اوست. اگر شما با الله تعالی راست باشید، هر یک قدمی که پیش میگذارید و به قفا میگذارید به خاطر رازگی الله تعالی باشد، الله تعالی هیچگاه شما را ضایع نمیکند. والله اعلم.